مسیری که ملاحظه می‌فرمایید یک مسیر به طول 700 متره که در واقع کنارگذر ولیعصر عجل الله شکل میده از میدان امام رضا علیه السلام از ورودی شهر تا بولوار شهید رجایی جاده کانال ادامه داره که البته بخشش قبلا بازگشایی شده و این بخش که به طول 700 متر بیش از 700 متر هست در حال بازگشایی. بنابراین شاید یکی از مهمترین مطالبات و نگرانی‌های شهروندان فهیم و عزیز ما در رضوانشهر بود. در حال دیدیم شهر رضوانشهر فاقد کمربندی بود و خب شاید عبور و مرور وسایط نقلیه سنگین از مرکز شهر خیلی اوقات باعث ایجاد خیلی از آسیب‌ها هم به لحاظ ایمنی و هم به لحاظ سیمای شهری و در واقع نوع کاربری ایجاد. خدا بخواهد تا شهریور امسال ما این مسیر رو به طور کامل، اولین بار هم هست که میخوایم جدول‌گذاری و پیاده‌روسازی و روشنایی و آسفالت، هدایت آب‌های سطحی، همه کارهاش رو انجام بدیم. یک مسیر به صورت نصف و نیمه و در واقع خیلی غیر آماده در واقع بازگشایی نشه. همینطور فضای سبزش رو، حتی سیستم در واقع آبیاری فضای سبزش رو، بحث شبکه آب خام رو برای اولین بار میخوایم که همین در واقع کنارگذر داشته باشیم که انشاءالله در مصرف آب هم برای آبیاری بتوانیم یک مدیریت بهتری داشته باشیم. در حال فکر می‌کنم این پروژه یکی از اتفاقاتی باشه که در آینده علاوه بر اینکه بالاخره اراضی اطرافش اراضی ارزشمندتری میشه و همینطور برای مردم هم بتونه یک به هر حال زیرساخت مناسب برای شهر رضوانشهر باشه و انشاءالله آیندگان ما در شرایط بهتری بتونن زندگی بکنن، هم به لحاظ ترافیکی، به لحاظ دسترسی و هم به لحاظ چرخه اقتصادی که در شهر اتفاق میفته.